سرایم خاک کفیم اوی حسین است. حاج آقا مهدوی بزرگوار، امروز میخوایم در مورد یک فرض محال صحبت کنیم. فرض محالی که محال نیست. یک روز در محل کارتون حضور دارید و یکی از همکاران میان به شما میگن که مهمان دارید حاج آقا مهدوی، در اتاق بغل منتظر شما هستن. وقتی شما میپرسید مهمان کیه، به شما میگن که امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس امروز مهمان شما هستن و در اتاق مجاور منتظرن که شما تشریف بیارید. و شما میرید، در رو باز میکنید و این دو بزرگوار رو میبینید. با این دو بزرگوار چه صحبتی میکنید؟ اولا که مثلا کلامش برای من شوکه آوره، فرضش هم دل رو و جان آدم ها یک جور متزلزل و خائف میکنه، اینجوری بگم. یه ترس عجیبی جان آدم میگیره. ترس هم ناشی از اون نیست که آقایون ترسناکن. ترس از این جهتی که اوضاع ما خیلی خرابه. شاید ابتدای امر نتونم با استقبال و سرعت برم، ناشی از شرم زیاد. اما این خوف توأم با یک رجا و امیدم هست. مخصوصا امام حسین علیه السلام، چون توی روایات ما و اساساً نام حضرت هر جا بوده به عنوان نجات بخش بوده و اتفاقاً خصوصیت آقا امام حسین اینو که به طور ویژه گناهکارا رو نجات میده. وقتی آقا امام حسین رو دیدید، حاج آقا از ایشون چی میخواید؟ واقعیت اینه که شاید من اینجا نتونم اصل قصه رو بگم، چون این شاید در وادیه ام یک ادعای بزرگی باشه یا شاید یک نوع ادعا باشه. اما خب طبیعتاً یک عمری چشم انتظاریم که عاقبت زندگیمون طوری باشه که بتونیم این اتصالمون به مولا تا ابد ادامه داشته باشه و این حاصل نمیشه الا به مرگ شهادت. من یه روز امام حسین رو ببینم میگم که من گناهکارم، اما مثل برادران حضرمی که هیچ وقت توهین نکردم. از صبح عاشورا تا عصر عاشورا که شمشیر به روتون نکشیدم. قربتن الله بچه هاتون رو اذیت نمی کردم که اونا قربتن الله هجوم می آوردن، تیر می انداختن. اما بالاخره غروب عاشورا آقا جون دستشون رو گرفتی. برادران حضرمی وقتی تو اون غروب عاشورا، عصر عاشورا، امام حسین علیه السلام تک و تنها بود دیگه، یارانش همه شهید شده بودن. خب اون آخرین جملات رو داره دیگه، اون جمله معروف هل من ناصر ینصرنی، کیست مرا یاری کنه. من که وارد حرم امام حسین اگر توفیق بشه، اصلا اول میگم السلام علیک ابن فاطمه، چون میدونم اسم بیبی جان برای آقا خیلی خیلی جلوه داره. اصلا همین نام بیبی جان، ادب محضر بیبی جان حضرت زهرا حر رو نجات داد. بله الان میتونم بگم آرزوم اینه که جونم رو فدای حضرتش کنم. اما خدا میدونه در جنگ بین حب دنیا و محبت الله، کشش و آزمایش و ابتلا خیلی سخت. ببینید ما تو کربلا بودن کسانی که اصلا ادعای دوست داشتن امام حسین رو نداشتن، اما شدن یار، شدن شهید.
و تو قصه عاشورا خیلی ها بودن آقا رو دوست داشتن، ادعاشم داشتن، اما اومدن گفتن امروز یاوری حضرت حالا به صلاح نیست. فرمود امام صادق العبودیه جوهرتون کنها ربوبیه. اونایی که به مقام بندگی محض میرسن اتفاقا ولایتشون، حالا فارسی خیلی به کم قابل فهم باشه، ارباب عالم میشه، ارباب عالم هستی میشه. خدا به اینها ولایت و تصرف رو جا میده. لذا امام حسین علیه السلام اساساً وجودش اثر گذاره.